سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در سه‌شنبه بازار رودبنه لاهیجان. امروز سه‌شنبه 13 شهریور ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. به درخواست عزیزان به شهر رودبنه اومدیم و تا ولاگ سه‌شنبه بازار در این شهر رو براتون ضبط کنیم. شهر رودبنه جزئی از شهرستان لاهیجان که با شهر لاهیجان حدود 5 کیلومتر فاصله داره. رودبنه به کباب متری های خوشمزه‌اش معروفه. منظور از کباب متری کباب هایی هست که در سیخ های به طول 1 متر پخته میشه. این کباب ها به خاطر حجم تازگی که داره طرفدارای خاص خودش رو داره. ولاگ رانندگی از شهر لاهیجان به شهر رودبنه رو در کانال قرار خواهیم داد و لینک ولاگش رو در قسمت توضیحات این ویدیو در دسترس شما عزیزان قرار خواهیم داد. بازار سه‌شنبه در این شهر به دلیل کوچک بودن خود شهر در وسعت بسیار کمتری برگزار میشه و عمده محصولات عرضه در این بازار میوه و تره باره. اگر به دیدن بازارهای محلی شمال ایران و استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب و به پلیلیست بازارهای گیلان سری بزنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. کیلو 15 جانا انگور چه می‌مونه؟ جانا بوده کنم یه تا بونم السلام بوده السلام بوده Tadi kushukoni
کافهشتون کجاست؟ شخص متشکرم قروس